سلام به همگیتون. حالتون چطوره؟ من روز خوبی رو آرزو میکنم. با ماینکرافت اومدیم سری هاردکور پارت 1. لطفا لایک و ساب فراموشتون نشه. بریم که داشته باشیم. خب خب میتونستی حتی ببینم کجا اینقدر روشنایی اینجا زیاده دارم کور میشم. ای خدا. حالا میدونی درد سر کجاست؟ غذا پیدا کن اینجا. خدایا بچه هیچ بهتون بگم، من اصلا تو سریای هاردکور اصلا خوب نیستم و احتمال داره این هر بار منو با دستم چوب ببینی، چون احتمال داره خیلی نتونم تو بازی پیشرفت کنم. من خیلی کم سریای هاردکور بازی میکنم شخصا. بچه وقتی صدام گرفته سرش رو بیپاشو دارم ناشتا دارم گوش میگم با شکم گوشنه دارم براتون ویدیو ضبط میکنم. خب بریم ویدیو اینجا آخ جون در آوازن دل بذارید ببینیم توش چی داره. همیشه رو تو خوبی نمیدم ولی این دفعه شاید هیچ خوب داد. چشتش کو ها هستم چشتش نه. اوه عجب روتی داره. پس اوضاع ردیفه. سپر کنم چه نگرانش بودیم اوکی شد. جای نگرانی نیست. در مقابل چی بودش اشتروتانا میتونیم مقاومت کنیم. ها بذار اینم چی داره تهش. خب فعلا چند چاری کنیم تا الان از اینکه ما پسپان نشده و من برم بالا. اینجا یا دیدی ما پسپان شد بریم داخل روشنایی. ای بابا بذار یک کار کنیم. این کاش ببخشید کاش دونه درخته رو ور می داشتم. نیازمون میشه. کم چوبم داریم. خوبه. اول بریم سپرمون رو بسازیم. وای خراب کردم. حواسم نبود 2 تا تبر ساختم ولی چی شروع من دستیم بره. خوبه. اینا از اول کار. بذار یک کوچولو زغال بکنیم. منم به درد ما میخوره. خب بچه من هستیم چند تا خیلی چیز سر در نمیارم ولی نمیدونم چیه. عجل چیز خاصی رو برم بگید.
چه توضیح ویدیو رو دیدید؟ خب حتما لایک ساب کنید که من حمایت بشم. خب قهرمونم جور شد. باید خیلی کمه ولی ببخشید. بازم غذا جباخم جنبا جوش چه جلس ویدیو کانتر آی چه بد دمیج میده 4 تا دمیج میده لامصب. چه جل ویدیو کانتر خوشتون اومد و اگر دوست دارید بازم کانتر بذارم براتون حتما بگید. یه راست شاید امرالده تعجب کرده. اونجا نمیدونم غذا پیدا شه. من خیلی تو این بایوم کم اسپان شدم. بازیم چرا لج شد؟ آها درست شد. خب بذار ببینم. خوبه فعلا میتونیم زنده بمونیم تو این شرایط. دنبال خیلی قطبیم، خیلی سفیدم پیداش نمیکنم اصلا. بازی نمیدونم چرا لجه. برقص موقعی لج میشه. خب تو این قصد فکر نکنم چیزی خاصی بتونیم تو این بلد و بیابون پیدا کنیم. البته همش درخت داریم و این درخت نمیدونم سیب دراپ میکنم یا نه، چون من تو گوشی دارم پلی میدم احتمال داره خیلی چیزا فرق کنه. فعلا بکنیم چون احتمال داره بازم نیازمون بشه. آها چیزشم دراپ کرد، دونشم دراپ کرد. خوبه. آها خیلی قطبی جواخم جنبا جوش. بچه این ضربه دیگه به من بزنه من میمیرم. 4 تا جون کم میکنه اصلا آدم میمونه چیکار کنه. خب بریم کوچولو بکنیم. بچه احتمال داره امسا تو چند چاری زیر زمینی بخوابیم چون گوشتند اگر میشد از خیلس چی ساخت تخت ساخت. یعنی من اوزم اوکی بود الان ناراحت نبودم. صدا بکنم تا الان 3 تا خیلس کشتیم و این خوبه. هم ماهی دراپ میکنن. نمیدونم توی کامپیوترم اینطوریه یا فقط توی گوشیه. چقدر دود ساخت گذاشتم چرا تیپ کنم. خب بذاریم بپشه فعلا. خب یو خوب جون پر مجل گشنگی خوب پر میکنه. خوبه. خب بزنیم پزون نه کامل نپخته. بذار یه کاری کنم کامل چوبشون کنم چند زیاد باشه هم به نفهم. یه گلدن اپل داریم. این وضعیت من اینطوریه. خیلی خوشحالم حاجی که اصلا چه اول بازی به همون گلدن اپل یه سیب طلای
عادی بهمون بده. نمیدونم تا حالا چی بهش میگفتن، ببخشید. به طلایی بهمون داد، خیلی خوشحالم. خلاصه میگم چند چاری کردیم، چند چاری. وای سب شد. خلاصه توش امشب غذا داریم. یعنی تو بیا اینجا بخوام. خب اینم بزنیم، بعدش بریم زیر آی خوچی دارم میمیرم. نزن، دارم میمیرم. وای خیلی سجی دمیج میده. دانه من کشتم. وای خدایا صبر رو چقدر بد دمیج میده. میخورم ازش. خوبه. خب واسه این قسمتم کافیه. اگر از این قسمت خوشتون اومد و اگر دوست داشتید بازم بگید و من حتما ویدیوشو داخل کانال آپلود میکنم. اگر اینجا ویدیو دیدید حتما لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.